یک دختر 13 ساله در ولایت تخار سوی ملای یک مسجد مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. امام یک مسجد بر یک دختر 10 ساله در ولایت کندوز تجاوز کرده است. تجاوز یک آخوند به یک دختر خردسال میگوید تعویض نامه بر پای تجاوز جنسی کرد و پس از شکایتش با پلیس بازداشت گردید. ملای خیالی رو براتون بگم چه قصه است. مثلا در یک مسجد میبرن یک خادمه که مسجد است، او خادم مسجد قرار اونجا یک لندقه رو میارن مقرر میکنن برو دمی بیکار است کجاست میگه برو مسجد خادم شو، چند ماهش میته 3000 میته 4000 خود دیگه کار نمیفرستن. وقتی که یگان دختر آمد سر یگان دختر یا دست میپرده یا چطور میپرده بازی صاحب در کل رادیو است، شما دیده باشین جنگ فکری را که در منطقه باز بری برشان بگه او برادر کدام ملا هست، میگه اصلا تو ملای وجود نداره. خیکی بود والا یک نفر چپراسی بودی را آوردن در مسجد و این سر کدام دختر دست انداخت یا چطور کرد نامی نمی پیاده را چی ماندن؟ شیخ الحدیث ماندن. باز تلویزیون میگه که یک تن از شیخ الحدیثان بسیار بزرگی که احادیث و تفاسیر درس میداد بالا یک دختر کدام دختر رو تجاوز کردن دخترشون معلوم نیست. متوجه هستین این حال چی است؟ اینا خیالی میگن به خاطر چی است؟ به خاطر مخدر ساختن ذهن است. پس جنگ فکری که است این قابلیت استعمار میته. چه قسم قابلیت استعمار؟ وقتی که مردم زن خود برد بیوه اونجا چیز کرد بی غیرت شد کل بچه‌ها صدا میکرد. باز من اونجا استاد بودم چند تا جوانا بودن تو تیر میشیدی سال میکردی که مردکه در چهار دیوالی خود پد کرده از اون آیت چرا زنش در جمله بیواست. باز بچهای جوان صدا میکنن که الان مرده زنده شده الان مرده زنده شده. اینی مردایی که زنده بودن کارت نان داشتن و کارت مواد بیوگی داشتن یا در بین از این مردم چی شد؟ امی غیرت خود چی کردن؟ از دست دادن. بعد از این بهجابی رو رواج کردن. اینی بغیرتی ها این چی است؟ این وسیله هست برای چی؟ برای قبولیت استعمار. باز اینی مردم هایی که این قسم تسلیم است باز چی میگن؟ والا نه بیادر امی امریکایی ها خوب است. چرا؟ امی خارجی ها خوب است. این وطن دار تلویزیون داریم زنای ما بیغم میگرده دیگه صاحب رقص است دیگه صاحب بین همه چیز است. این حالا حکومت اسلامی که آمد اول چیزی که بند میکنه چی رو بند میکنه؟ به حجابی را اول کلا گیره میگه زنا باید چی پوشن؟ حجاب بپوشن. دومی تلویزیون های رقص چی میکنه؟ از بند میبره. دیگه این شراب فروشی ها رو چی میکنه؟ بند میکنه. این حال بسیاری کسا آماده چی شدن؟ بعضی کسا از نگاه فحشا با آمدن حکومت و نظام اسلام خوش نیستن. یک تعداد دیگر این قسم جنگ فکر در بین جوانان برای مثلا یک تعداد دیگه که هستن والا خارجی ها باشه خوب کار است خوب مؤسسه است خوب چیز است. سباکی خارجی نباشه چی میکنه؟ باز اقتصاد ما از بین میره. در 3000 دلار مختص سال در 5000 افغانی کارم نمیکنه بیکار لندقر میگرده و میه بیشترش باز گدایی میکنه از او خیرات بگی از او خیرات بگی بگی که مسئله چطور است. این حالا بعضی کسا رو چی کردن؟ این مالک مدبی میگه که این قابلیت استعمار است. این جنگ فکریش بعضی کسا فکر میکنن که تنها مسلمانایی رو تعریف میکنن. نه، جنگ فکری را خود غربی ها هم تعریف کردن. مثلا امریکایی ها جنگ فکری را چی میگن؟ اونا میگن پاور سافت. پاور سافت یعنی قدرت نرم. قدرت نرم چی معنی؟ یعنی که ما میخوایم یک مملکت به بسیار نرمی تسخیر بکنیم. متوجه شدن؟ یعنی جوزف نای یک امریکایی است یک مقاله نوشته کرده در یک کتاب در یک فصل نامه امریکایی به نام فارن پالیسی. در این میگه یک مقاله نوشته کرده. در مقاله دیگه کاربرد قدرت نرم چی میگه؟ او یک اصطلاح دیگر هم استعمال میکنه برای جنگ فکری قدرت هوشمند سمارت پاور. این امریکا استعمال میکنن که جنگ فکری اونا چی میگن؟ یا به نام پاور سافت میگن یعنی قدرت نرم و یا به نام چی میگن؟ به نام سمارت پاور یعنی قدرت هوشمند که در اینجا یک امریکایی برای تسخیر یک منطقه اسلامی از چی کار میگیره؟ از هوش و
از فکر خود کار میگیره. اما تو نرمه که ما آمدیم بیکیم تو افغانستان for the reconstruction of افغانستان، تو خوب تشریح میده. ما آمدیم برای reconstruction، آمدیم برای بازسازی، آمدیم we want to rebuild your country. یگان جایی ببینه تو ما آمدیم، اما تو نر آمدیم که وطن شما رو جور بکنیم، سرک جور بکنیم، سکول جور کنیم. شما باید اولادایتان مکتب برن، شما باید مثلا درس بخورین، شما باید ایره کارا بکنین. ایره چی میگن؟ ایره میگن که سمارت پاور است، که مثلا در یک مملکت از اون مملکت مثلا 20 میلیارد یورانیم معادن میکشه، 1 میلیاردش برای زیاد مصرف میکنن، 19 میلیارد دیگر چی میکنن؟ بر خود میبرن. یک وقت خود یاد کردیم که سعی کنین که یک قریه را سعی کنین که در زمین شیشته کجاست، زنده معدن از زیرش کشیده، اما تو خالی و خاک. باز یکی از دانشمندای دیگه شان آمد، بازوا گفتن که نه، ما یک اصطلاح جدید میرم به نام انقلاب نو، که ما میخوایم دیگه مملکت ها انقلاب بیاریم، غیرتش غیرت اروپایی بسازیم، قواریش قواری اروپایی بسازیم، وطنش مربوط به اروپا بسازیم، فکرش قواریش افغانی لکن مغزش اروپایی. فهمیدین نه؟ این قسم بسازیم، یک انقلاب، یک تغییر بیاریم، لکن سخت یا نه. سابق انگلیس ها چی میکردن؟ ایره به سختی میاردن، ما ایره به نام چی میگیم؟ به نام انقلاب نرم.